سلام، امروز میخوایم بریم سراغ یکی از قدرتمندترین و البته جنجالی‌ترین نهادهای ایران، یعنی شورای نگهبان. واقعاً چطوری میشه که سرنوشت سیاسی یک کشور تو دست فقط 12 نفر باشه؟ بیاید با همین قفل رو باز کنیم. خب شاید این سوال که ایران در دست 12 نفر یکم اغراق‌آمیز به نظر بیاد، ولی دقیقاً میزنه به قلب بحث ما. قراره ببینیم این قدرت فوق‌العاده این 12 نفر اصلا از کجا میاد و چطوری چه بخوایم چه نخوایم روی زندگی هممون تأثیر میذاره. خب اول از همه این شورای نگهبان اصلا چی هست؟ خیلی ساده بخوام بگم این نهاد 2 تا کار خیلی مهم انجام میده. اول اینکه هر قانونی که مجلس تصویب میکنه قبل از اینکه اجرایی بشه باید از زیر دست این شورا رد بشه. یعنی در واقع حق وتو داره. کار دومش که شاید خیلی هم پر سر و صداتره، نظارت روی تمام انتخابات‌های مهمه. از ریاست جمهوری بگیر تا مجلس و خبرگزاران. و تمام این قدرت عظیم تو همین یه عدد خلاصه میشه. 12. بله، فقط 12 نفر. یعنی تصمیم‌های کلیدی برای کشور 80 و چند میلیونی میتونه تحت تأثیر نظر همین گروه کوچیک قرار بگیره. دقیقاً همین تمرکز قدرته که شورای نگهبان را انقدر مهم و البته انقدر بحث برانگیز کرده. حالا این 12 نفر کیا هستن و از کجا میان؟ ترکیبشون جالبه. شورا از 2 بخش تشکیل شده. 6 نفر فقیه هستن که مستقیما توسط رهبر انتخاب میشن. 6 نفر دیگه حقوقدان هستن که رئیس قوه قضاییه اونها رو به مجلس معرفی میکنه و مجلس باید صلاحیتشون رو تایید کنه. این ساختار دوگانه، یعنی ترکیبی از دین و حقوق، برای اینه که مطمئن بشن قوانین هم با شرع اسلام و هم با قانون اساسی جور در میاد. جالبه بدونید که ایده نظارت یه عده روحانی روی قوانین اصلاً چیز جدیدی نیست. ریشه‌اش برمیگرده به 100 و خورده سال پیش، یعنی زمان انقلاب مشروطه. اما این شکلی که الان میشناسیمش، یعنی شورای نگهبان، بعد از انقلاب 57 و بر پایه نظریه ولایت فقیه تو قانون اساسی جدید شکل گرفت و تثبیت شد. خب حالا بریم سراغ یکی از جنجالی ترین وظایف شورا، همون نظارت بر انتخابات که خیلیا بهش میگن فیلتر انتخابات. بیایید چند تا مثال واقعی رو با هم ببینیم تا دستمون بیاد که این فرایند تو عمل چه شکلیه. به این عدد یه نگاه بندازید. تقریباً 16100 نفر. این یه عدد خشک و خالی نیست. این تعداد آدماییه که برای انتخابات مجلس سال 98 ثبت نام کردن. یعنی این همه آدم میخواستن وارد رقابت بشن و نماینده مردم باشن. این خودش نشون دهنده یه شور و اشتیاق بزرگ برای مشارکت سیاسیه، درسته؟ اما بعد از اینکه پرونده ها رفت زیر دست شورای نگهبان چه اتفاقی افتاد؟ از اون 16000 نفر فقط حدود 7100 نفر تایید صلاحیت شدن. یعنی کمتر از نصف. این نمودار خیلی واضح بهمون نشون میده که چطور این فیلتر میتونه صفحه بازی رو قبل از شروع کاملا عوض کنه. و این قدرت فقط به انتخابات مجلس محدود نمیشه. شاید اوجش رو توی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 دیدیم. چهره‌های فوق‌العاده معروفی مثل علی لاریجانی که خودش سالها رئیس مجلس بود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و اسحاق جهانگیری که همون موقع معاون اول رئیس جمهور بود، همشون رد صلاحیت شدن. این اتفاق نشون داد که این فیلتر میتونه حتی بالاترین سطح رقابت سیاسی رو هم حسابی دستکاری کنه. خب طبیعتاً این عملکرد منتقدای سرسختی هم داره. مثلا مصطفی تاجزاده که یه فعال سیاسی شناخته شده است، این روند رو مهندسی مخرب انتخابات مینامه. اون معتقده این کار عملاً رقابت رو از معنا خالی میکنه و اون رو به یه چیز بی‌خاصیت تبدیل میکنه. این نظر خیلی از منتقدای شوراست. خب طبیعیه که وقتی با یه نهاد انقدر قدرتمند طرفیم دیدگاه هم خیلی متفاوت باشه. بیایید یه نگاهی بندازیم به استدلال‌های هر دو طرف ماجرا، همونایی که موافقن و همونایی که مخالفن. موافقا چی میگن؟ اونها معتقدن شورای نگهبان برای حفظ هویت اسلامی نظام یه چیز ضروریه. میگن این شورا مثل یه نگهبان عمل میکنه که جلوی ورود آدمای نامناسب یا کسایی که با اساس نظام مشکل دارن رو به ساختار قدرت میگیره و از قانون اساسی محافظت میکنه. اما در طرف مقابل مخالفا حرف دیگه‌ای دارن. اونها میگن این شورا با این رد صلاحیت‌های گسترده عملاً به یه مانع بزرگ برای دموکراسی تبدیل شده. انتخابات رو مهندسی میکنه و از همه مهمتر چون هیچ نهادی بالای سر خودش نداره به هیچ کس هم پاسخگو نیست. حالا شاید فکر کنید همچین نهادی فقط و فقط مخصوص ایرانه.
اما جالبه بدونید که ایده نظارت بر قوانین تو خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره. البته با تفاوت‌های خیلی اساسی. مثلا فرانسه یه شورای قانون اساسی داره که هم قوانین رو چک میکنه و هم روی انتخابات نظارت داره. آلمان، آمریکا و ترکیه هم دادگاه‌های قانون اساسی یا دیوان عالی دارن که کارهای مشابهی انجام میدن. اما تفاوت اصلی کجاست؟ اولا در میزان قدرت سیاسی این نهادهاست و دوم و شاید مهمتر در ترکیب اعضاشون. مثلا هیچ کدوم از اینها بخشی به اسم فقهای منصوب مستقیم رهبر ندارن. خب بعد از همه این حرفا حالا نوبت شماست. به نظر شما نقش شورای نگهبان در ساختار سیاسی ایران درسته؟ آیا این نهاد باید همینطوری که هست بمونه یا نیاز به تغییرات اساسی داره؟ دلیلتون هر چی که هست حتما برامون توی کامنت ها بنویسید. تو برنامه بعدی میریم سراغ یکی دیگه از ستونهای اصلی قدرت در ایران، یعنی مجلس شورای اسلامی. برای اینکه اون تحلیل رو از دست ندید و به ما هم برای ادامه این مسیر کمک کنید، کانال ما رو دنبال کنید. خیلی دوست داریم نظرتون رو درباره بحث امروزمون بدونیم. تا بعد.